سلام بچه ها، به کانال خودتون خوش اومدین. امروز میخوایم راجع به رنگ شمع‌ها با هم صحبت کنیم و انواعشون رو بهتون معرفی کنم. با من همراه باشین. انواع رنگ شمع‌ها رنگ‌های مکعبی هستن که از غلظت خیلی خوبی برخوردار هستن که خیلی هم غلیظن. وقتی که میخوایم اینا رو ذوب کنیم و قاطی شمع بکنیم باید خیلی دقت کنیم چون رنگدهی فوق‌العاده بالایی دارن. دوم رنگ‌های مایع هستن که اینا هم از غلظت خیلی خوبی برخوردار هستن. همونطور که میبینین رنگ‌های غلیظی هستن که با یه مقدار کمشون قشنگ میتونیم پارافین رو رنگدار بکنیم. سوم رنگ‌های کامران هستن که به صورت قرصن. اینا هم رنگ دهیشون خوبه ولی برای شمعایی که میخوایم کم رنگ استفاده کنیم بیشتر استفاده میشه. اگه بخوایم شمعمون پررنگ شه باید قرص بیشتری رو داخل پارافین بریزیم که رنگ دهی بهتری داشته باشه. یه نوع رنگ هم هستش که رنگ پودریه که من الان اینجا ندارم بهتون نشون بدم و یه وقتایی هم هستش که یه کسایی هستن که میخوان شمع درست کنن ولی هیچ کدوم این رنگا رو تو خونه ندارن. میتونن از یک مقدار مداد شمعی استفاده کنن و یه شمع برای خودشون بسازن، ولی خب اونایی که شمع درست میکنن اصولیش اینه که با همین رنگ هایی که اول گفتم پارافینشون رو رنگی کنن. یه سری نکات هم هستش که اونا رو هم توی ویدیو میذارم و بخونید و انشاءالله استفاده کنید و بتونید به دردتون خورده باشه.